مطربیش که من از قدیم مطرب بودم، ولی افتادم تو کار بازیگری و اینا. ولی چون الان دیگه کار بازیگری و اینا یه کمی کمرنگ شده، بیشتر تیمی شده. بازیگرای دیگه هم مثل من جایی میاد قرارداد نمیبندن، میگن این باشه ما نمیاییم، ما نگاه نمی‌کنن، استدلال خودشونو دارن دیگه. گفتم بالاخره برام بیکار نشینم و حداقل این کار سفر داره، برام یه کمی تحرکش خوبه، سالم نگرم میداره. در کل من تخصصم اینه که شاد کنم. حالا هم میتونم با موزیک نیششونو باز کنم، هم میتونم با فیلم باز کنم. فقط یه توصیه‌ای دارم به این دوستان عزیزی که موزیک پلی میکنن، اینه که اگه صداشو زیاد کنین موزیکتون قشنگ نمیشه. سعی کنین بشینین وقت بذارین ترک خوب با کیفیت دانلود کنین. موزیک قشنگ به صدا زیاد کردن نیست، مخاطبون وسط گوشش جر میخوره. خدا رو شکر هر کاری هم کردم وایرال بوده، ولی کلا کار کمه، یعنی درخواست برام کمه واسه اینکه برم فیلم بازی کنم اینا. پرسیدم از تهیه کننده ها که دوستام میبینمشون، یه سریاشون اینو به من گفتن که آقا مثلا به بازیگرای دیگه میگیم علی صادقی هست، میگن ما دیده نمیشیم نمیایم. ولی خب حالا این جو افتاده بینشون دیگه، نمیدونم شاید باعث شده که من بیام تو این کار. در حوزه موسیقی سبک‌های مختلف خیلی گوش میدم. مثلا درام اند بیس خیلی دوست دارم، همین بلیچاپ، سبک‌های جدیدی هم الان اومده، باس راش و جاز و اینا هم دوست دارم. ولی چیزی که الان خیلی سرحالم میکنه بیشتر سبک‌های بریک بیت و درام اند بیس و ایناست که آرتیستاشو تو آیتیون زدن بزنن، خودشون هم ساجست میده بهشون یه دونه آرتیست خوشش بیاد. خیلی حرفه‌ای تو موسیقی، اصلا باورم نمیشه این چیزا رو دارم. خیلی که نه، ولی خب تلاش خودم میکنم. دارم مثل آرتیستایی مثل نویزیا، مثلا تو سبک های تک، پارالاکس، فوریوس یا کریزی استرونات، اینا دوستان هست البته.